از دوان برنده رسیدیم به مسابقه هشتم که در وزن 66 کیلوگرم برگزار شده و ورزشکاری که در گوشه سرخ تماشا میکنین از ولایت لغمان هست. 66 کیلوگرم وزن بدنش هست و 19 سال سن داره و 3 رکورد پروفشنال هم در کارنامه داره و هست ولید علی خیل. و حریفش هم در گوشه آبی تماشا میکنیم هم از ولایت پروان هست و 2 رکورد پروفشنال در کارنامه داره. 19 سال سن داره و 66 کیلوگرم وزن بدنش هست حامد امیری. وقتی میگم فایت از کیج نمیگیرین، وقتی که استاپ میگم استاپ، چیزی که در سیمینار براتون گفته شده کار میکنین، البو در زمین کار نمیکنین، دست بتین شانس خوب. جوره هشتم هست و داور وسط مسابقه هم شکرالله قادری، یک تن از ورزشکاران خوبی و مبارزات آزاد کشور هست. مسابقه هم بگونه رسما اسمی آغاز میشه. ولید با قد بلند در برابر حامد امیری از پروان قرار گرفته، تیک داون میکنه اینجا حامد امیری. هر دو بازیکن از تجربه خیلی خوب برخوردار هست و رکوردهای خیلی خوبی هم در کارنامه داره. مسابقه هم در 66 کیلوگرم هست. تلاش حامد امیری رو میبینیم که در گراند گیم بازیش خیلی خوب هست و حالا هم در فولگار روی حریف قرار میگیره. ضربات بوکس رو روی سرعت طرفش استفاده میکنه، خیلی پرقدرت و سرعتی ضرباتش رو استفاده میکنه. تلاش حامد امیری رو با هم میبینیم، عالی کارو میکنه اینجا حامد امیری. باز هم حامد امیری ضربات بوکس از سوی بازیکن استفاده میشه، در مقابل خیلی خوبی قرار گرفته. ضربات بوکس پشت سر هم از سوی حامد امیری، عالی کار میکنه. حالا هم پاهاش قفل میسازه، خیلی خوب تانسته بازی رو در دستش قرار بده و پاهاش هم خیلی خوب تانسته قفل بکنه. حالا برای بسته کردن سب میشن ریال ریکچوک تلاش میکنه، فشار وارد میشه از سوی حامد امیری در بستن سب میشن ریال ریکچوک و تمام. عالی کار میکنه اینجا حامد امیری و در راند نخست مسابقه تانست حریف را شکست بده.
خب حضران بیننده، مسابقه را با هم تماشا کردم. مسابقه جالبی بود که در آن نخست مسابقه به پایان رسید و برنده مسابقه هم هست حامد امیری. از محترم قماندان صاحب حشمت الله خان و همچنان استاد بوکسینگ فریدالله خواهش میکنم در داخل کیش تشریف بره و حامد جان تبریک باشه. ولی ما راست داشتیم از این مسابقه، چون قد تعریف دیدیم گفتیم ولی مسابقه جالب خواهد بود و اصلا فکر نمیکردیم که شما در این مسابقه برنده شید، اما موفقانه تونستی رقابت بکنی، مسابقه را به نفع خودت به پایان رساندی. بیشتر در افغانستان رواج شده می سبمیشن ریرنیکوچک رو خوب بسته میکنن. چطور تمرین زیاد روی میشه یا ریاض شده یا به هر صورت در روزانه چقدر تمرین میکنی تا اینکه این سبمیشن رو تونستی بسته بکنی؟ تشکری میکنم از استادم استاد رامدین امرخیل که واقعا در وقت کم بسیار سر ما زحمت زیاد کشیده. تشکری میکنم از استاد پالونیم استاد احمد ایوبی و تشکری میکنم از استاد واسع قیومی و از تشکری میکنم از کوچ میمی جان، از فامیل محترم تشکری میکنم. و در رابطه به سابقه، در رابطه به سبمیشنی که بسته کردی، چقدر تمرین کردی، باید چقدر تلاش بکنی تا راحت بتونی سبمیشن را بسته بکنی، صحبت بکنی؟ روزانه ما 2 ساعت تمرین میکنیم. تشکری میکنم از استادم که واقعا سر ما زحمت کشیده. روزانه 2 ساعت تمرین میکنیم که تا بتونیم حریف خود تسلیم بکنیم. سلامت باشی و به هر صورت ما پاسخ خود نگرفتیم و بالا از مهمانان از خواهش میکنم تا جام رو برشون تفویض بکنن. بینندگان عزیز، مسابقه نیمه مرکزی هم تا لحظات دیگر آغاز میشه. حالا وقفه داریم.